عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم. امروز میخوایم با هم گردشی داشته باشیم با ماشین، البته تو شهر رامسر. این اولین ولاگ رسمی ما از شهرهای مازندران. خواستیم استارت از رامسر بزنیم. الان هم جاده چابکسر به رامسریم، این نزدیک پلیس راهیم. گفتیم ولاگ از اینجا شروع کنیم، چون شهر رامسر دقیقاً از بعد پلیس راه شروع میشه. خواستیم اینجا هم ضبط کنیم، رانندگی تو شهر رامسر میکنیم. من تو یوتیوب نگاه کردم، چرخیدم، دیدم هیچ کی ولاگ کامل نذاشته، یا خوب نذاشته، یا توضیح نداده، یا قدیمی بوده. گفتم یه ولاگ جدید ما بگیریم، دوستان خارج هستن لذت ببرن، آینده ها ببینن. اینم پلیس راه چابکسره. پلیس راه که رد کنیم میرسیم به شهر رامسر. رامسر هم اولین شهر مازندران از سمت گیلانه، میشه از سمت غرب، عروس شهرهای ایران. عروس شهرهای گیلان هم که لایجان. این پلاک های غریبه که میبینید بعد تعطیلات هنوز نرفتم. امروز رو نگفتم. امروز یک شنبه 17 فروردین ماه، ساعت هم حدود 10:46 دقیقه. اگه ساعت ماشین اشتباه نباشه 2-3 دقیقه، 10:46 دقیقه است. رامسر بعد چالوس تقریبا میشه گفت معروف ترین شهر شمال هم هست. جاده چالوس اینا همه میشناسن. یعنی شما از عربا هر کی سوال کنیم، مثلا شده من کامنت جواب میدم و مثلا باهاشون چیز کردم، همه رامسر رو میدونن، چون آخرای تابستون اینجا. اینم تلکابین رامسره، الان میبینین پل داره که از قسمت دریاش به کوش وصل میشه. مجموعه کارتینگ، شهر بازی، این بر بازی های آبی. من فکر کنم یه 2 سالی نرفتم. یه ولاگ هم به زودی از اینجا و تلکابینش میگیرم. و حال استارت مازندران رو زدیم، وظیفه مونه که جای دیدنیش هم بگیم. انشاءالله به زودی همه جایاشو براتون میگیریم. بریم استارت با رانندگی بزنیم. دوستان ولاگایی که گذاشتم فیلم صحبت کردم، توضیح دادم، اینا بیشتر مورد استقبال بود. دوستان خوششون اومد. اینکه ما وظیفه دونستیم که اینم اردوگاه میرزا کوچکخانه، البته بعدیه، ورودیش بعدیه. تقریبا سمت شرق گیلان و غرب مازندران هر کی خواست اردو بیاره بچه‌ها رو، یه دونه گزینه‌اش همین اردوگاه میرزا کوچکخانه. این ورودی میرزا کوچکخانه. اگه مال همین اطراف باشین یه خاطره باهاش داریم، مثل ما. رامسر اسم قدیمش سختسر بوده، بعد به رامسر، رام و سخت یه خورده تضاد همن. یعنی قبلا سخت بوده رام. حالا من چیزایی شنیدم، حالا چون معتبر نبوده توضیح ندم بهتره. خواستم بگم قبلا سخت بوده الان رام شده. از شهرهای که فوق توریستی شماله دیگه. یعنی شما تو عید و تعطیلات واقعا اینجا شلوغ میشه، ترافیک وحشتناکیه. جاهای دیدنیش هم جاده جواهرده، یه جواهرده‌اش هم تو سیاکلو رود داریم، مال فکر کنم مال کلاچای میشه، جزء شهرستان رودسره یا کلاچای یا چابوسا، ولی احتمال زیاد جزء کلاچای. من اطلاعات دقیق تر بگم، جزء شهرستان رودسر. اون جواهرده‌شته، این جواهرده با هم قاطی نشه. بعد جنگل‌های دالیخانی وصل میشه به اشکورات مازندران، بالا اشکور بهش میگن. یه سری اشکور هم توی رودسره که میشه گیلان، میشه پایین اشکور و بالا اشکور. از سمت بالا اشکور و راحت ترن، از جنت رودبار و دالیخانی میرن. بعد بولوار معلم که هم بولوار کازینو معروفه. یه پارک ساحلی داره، فکر کنم اسم شهرداری باشه، دقیق نمیدونم. طرف رستوران خلجه، ما اونجا بهش میگیم رستوران خلج، همونجوری
عادت کردیم. اسمشو الان تو کمربندی احتمال زیاد اونوری بریم براتون باز دقیق‌تر میخونم. بعد جاهای دیدنیش دیگه کاخ موزه شاه سینمای رامسر 2 سال پیش پارسال بود آتیش گرفت. من وضعیتش کامل نمیدونم. اینم رستوران کشتی سمت راست ما بود، جز رستوران‌های معروفه. من خیلی سال پیش رفتم، یه خورده گرون بود، من دیگه تجربه دیگه نداشتم بهتون بگم. این برج هم تازه ساختن، اسم برج آفرینشه، هنوز افتتاح نشده، من ندیدم روشن باشه. بعد داشتم جای دیدنیش میگفتم، یه دونه پارک بازیش ساحلی هم داره تو همون انتهای بولوار کازینو، بهش میگن کازینو. قدیم توش کازینو و قمار اینا میکردن، همونجوری معروف اسمش مونده، لیکن اونجوری کازینو نیست. برای که دوستان ما از دبی اومده بود گفتیم بریم کازینو، تعجب کردن، گفتم ایران مگه کازینو داره؟ این اون نیست، اسمش از قدیم مونده. بعد دیگه جاهای دیدنیش آب گرم همون سمت هتل و اینا هست که محلی‌ها بهش میگن شاه مار گرما، یعنی گرما برای مادر شاه، احتمال زیاد مال به نام مادر شاه بوده، همینجوری تو محلی‌ها میگن. از جای دیدنیش دیگه سمت سادات محله اونورام آب گرم داره، کنم اربا کله باشه اسمش اگه اشتباه نکنم، همچین چیزی. این سمت چپ میره کمربندی، سمت راست میره داخل شهر. ما میریم داخل شهر دور بزنیم. دیگه جاهای دیدنیش همون سمتا داشتم میگفتم، آب گرم داره، یه طبیعت زیبایی داره. دیگه حضور ذهن ندارم، یادم اومد بهتون میگم. ولی همین اونجایی که نام بردیم هم واقعا دیدنی لوکس دارم. تلکابین هم خودش مجموعه که صبح تا هست، شما اونجا تایم میتونید یا مثلا بالا منظرش خیلی قشنگه، بالای تلکابین. بلیت تلکابین رو من عید دیدم، دوستان استوری گذاشته بودن، حدود 500,000 تومان بود اگه اشتباه نکنم. باز خودم یه مدت دیگه میرم دقیق‌تر بهت میگم، ولی من استوری دیدم 540 تومان دیدم نفری. متاسفانه شهرهایی که دور از مرکز استانن، رامسر نسبت به رشت از سالی خیلی دورتره، یعنی فکر کنم 1.5 ساعت با هم اختلاف دارن. از اینجا تا رشت 2 ساعت و نیمه، همچی چیزی، 2 ساعت و نیمه، تا سالی نزدیک 3 ساعت و نیمه. امکاناتشون کمه، یعنی بیمارستانش زیاد تجهیز نیست، وضعیت جاده رو که میبینم. اون مرکز استان وضعیتش خوب نیست، حالا نمیگم اونجا لوکسه، ولی خب وضعیت شهر توریستی این نباید باشه. حجم مسافر و این همه چه بگیم. سعی میکنیم جای دیدنیش داخل شهرش همه جا رو دور بزنیم، این معرفی مختصری بکنیم تا جایی که خودم اطلاعات دارم. خودم متولد رامسرم، یه بچه همین برای اطلاعاتی دارم، هم با هم دیگه اشتراک میذاریم. یه خورده تو رامسرم احتیاط کنین، مسافر زیاده، همه بومی نیستن، بومی هم که رعایت نمیکنن، نمیدونه کجا میخواد بره، یهو میپیچه. اینجا سر دورایی میرسیم، سمت راست میره جواهرده. جواهرده هم به زودی یه ولاگ از جواهرده هم جدا براتون میگیرم، تابلوشو میدم ببینید. میدان فلسطین این قبلا این پلی که مستقیم جلوی ما هست نبود، قبلا از همین دست چپ میرفتن، یه چند سالی افتتاح شده جاده یه طرفه شده، اینم یه طرفه. بازارچه اصلی مثلا شنبه ها، دوشنبه اگه اشتباه نکنم بازار هفتگی هم هست. دقیقا بعد این پل سوغاتی و محصولات محلی و هم دست چپ پل انتهای پل هم دست راست.
بازارچه سوغاتی و ایناست، لباسای محلی الان داره، صنایع دستی. الان به این میدون میرسی، این میدون اصلی شهر فکر کنم تا جایی که من یادمه که تغییر نکرده باشه. میدون اصلی مستقیم میره به سمت دادگستری و بولوار کازینو چیز، این برم میره سمت هتل و ما از این سمت بیمارستان و اینا همه این سمت، اون برم می دور میزن. شنبه بازارش شنبه و دوشنبه اگه اشتباه نکنم من تو اینستا دیدم، همین هلوش هست. یه ولاگ هم از اون بازار محلیش میگیریم براتون. امروز یک شنبه است دیگه، بازار امروز نیست. با مازندران زیاد کار داریم از بعد. اینجا ایستگاه سادات محله و فکر کنم شهرسوار و تا نکاپون. این سمت شهرداری بانک ملی مرکزی، بانک ملی دست راست، یه بانک سپاهی فکر کنم اشتباه نکنم، سمت هتل شاه، کاخ شاه، شهرداری، اینا همه این سمت. امروز هم هوا خیلی گرمه، دیشب تا صبح بارون بارید، امروز چون گرمه یه خورده هوا بیشتر دم میکنه. یه چیزی که اخبار گفته هنوز 25% مسافرات شمال موندن، هنوز نرفتن، یعنی فکر کنم نفتن با ما کار داره. متاسفانه 890 نفر ما تو همین 2 هفته از دست دادیم تصادفات جاده‌ای. مشخصه به خاطر چی؟ رعایت نکردن. سرایی میرسیم، دست چپ میخوره به کمربندی، کلا ادامه بدیم ساحل نوشته، تابلو رو بتونیم بخونید، ساحل بولوار طالقانی. متاسفانه یه عادت بد باشه، من عادت دارم یک کاری رو میخوام انجام بدم با کامل انجام بدم، مثلا همین مجبور هستم، خودم مجبورم که همه جا رو بهتون نشون بدم، خیالم ذهنیم راحت باشه. من میدونم خسته میشین ولی خب به هر حال من متاسفانه عادت بدی انشاءالله که یاد بگیریم با هم. شهرداری فکر کنم رد کردیم، دست چپ بود، من حواسم نبود، سر همون سرا دیگه یادمه، چون خیلی وقت این مسیر رو نیومدم. من معمولا از تو کمربندی میزنم میرم، اینجا رو یادم رفته، زیادم تغییری نکرده. 72 سی هم پلاک رامسره، 72 دال، 92 82 تا و 92 دال هم مال شهرسوار یا همون تا نقابانه.
56 سات و 76 قاف هم مال چابکسر، پلاکای همین اطرافه. چون چابکسر بیمارستان نداره، کوچیکی، شهر کوچیکیه، اینجا پلاکای شرق گیلانی زیاد میبینیم. برای خرید، تفریح، دکتر، بیمارستان معمولا میان همینجا. دیدین که از رامسر تا اینجا تقریبا یه رو راهه. این ولاگ قرار ولاگ رانندگی باشه، اون طولانی هست خودش دیگه. ما ولاگ قدم زدن رو اینو به این وصل نمی‌کنیم. امروز هم فرصت ندارم. یه ولاگ کامل تو کازینو و این بخشای هتل رامسر و کاخ شاه و آب گرم و اینا رو من یه ولاگ جدا براتون میذارم. بخش کازینو و همون پیاده رو ساحل دریا هتل خلج. این بیمارستان امام سجاد همین دست راست من. داریم میاییم و میپر بیاد. این بانک میلی رو گفتم، بانک میلی داشتم. ما این سم میریم دور میزنیم از اونها برمیدیم. ترافیک هم هست. موزه و چیزه آب گرم اینا همه این سمکه. امروز هم خیلی گرمه، من کولر گرفتم. سخت‌سر 2 اینجا آموزش و پرورش هست. آتش نشانی. این کاخ هم من خیلی وقت نیومدم. ما اینجا هتل کار میکرد، آخرای تابستون با شرکت های عربی قرارداد دارن. آخرای تابستون مهر ماه میان برای در اختیار عرب باست، چون میان همه عربی حرف میزنن. هتل پارسیان رامسر. دوباره میگم که اینا رو همه توی ولاگ ما قدم زدن و اینا رو میگیریم. امروز هدف رانندگی و تجربه خاطره هست. این فکر کنم نزدیکای رمک در میاد. آخرین چراغ قرمز رامسر بهش میگن رمک، که از یه طرف میره به ساعت محله، یه طرف کرمانی، یه طرف میاد داخل شهر و اون سمت هم آب گرمه. دست چپ ما بولوار آب گرم بود. داره مالیات شروعه.
20 متری و اینا. مستقیم میخوره به رمک، مستقیم میره به شطوانی. یه مرکز خریدی تو همین داره، فکر کنم اسمش آفرینش اگه اشتباه نکنم، یادم نرفته باشه. ترافیک دم غروب و تعطیلات بیشتر به خاطر همونه. یه طرفش هم چیز هم هست، ولی دارن میخوان برن همونجا پارک میکنن، یه لاین بیشتر ماشین جا نمیره. برج چشمانداز. برجی که سمت چپ ماست اسمش برج چشمانداز. تو این لاین این تایم یه خورده غیر عادیه. تا جایی که چشم من کار میکنه ترافیک. اینجا رو ممکنه بزنم، متاسفانه دوربین داغ کرد، مجبور شدم خاموشش کنم تا سرد بشه دوباره حرکت کنم. اینجا ترافیکش یه خورده سبک‌تر هم شد. بعدی دوربینای گوپرو اینه که داغ میکنن دیگه. یه خورده بیرون هم داغ، آفتاب مستقیم ما رو به آفتاب بودیم، الان پشت به آفتابی یه خورده خنک‌تر. کولر هم گرفتیم. اینجا مرکز خرید آرامشه، بهتون گفتم ترافیک و چیز بشه، همین به خاطر همینجاست. میرسیم دست راستمون بولوار کازینوه، هم بولوار قشنگ رامسر، بولوار معلمه، کازینو معروف مونده. دادگستری و مصلی نماز جمعه اینا همشون همین دست راست. ما ایزیس هم میریم تا شهرداری دوباره برمیگردیم. میرسیم به بانک ملی و بیمارستان امام سجاد که به سمت کاخ رفتیم، میرسیم به اونجا. تو تامین اجتماعی این اداره رو من رد کردم، چون شهرسازی بود، مرکز بهداشت.
جایی که خیلی ترافیکو میزنم جلو وقتتون گرفته نشه، ویدیو الکی طولانی نشه. ولی اضافه اینجا نمیخواد زیاد ترافیکش. اداره پست دست راست ماست. زندگی تو رامسر یه خورده گرونه و حال شهرهایی که توریستی هن، من به نسبت چابکسر میگم، مقایسه با جای دیگه نمیکنم، به نسبت شهرهای اطرافش. من مثلا شهرسوار هم ارزون نیست، رامسر یه خورده از شهرسوار هم باز گرون تره چون توریستی تره و حال مسافر خور زندگی خونه ملک اینا گرون تره اینجا. مثلا شما اگه میخوایم بیاین تفریح، مثال بیاین چابکسر، بیا براش این ما بزرگ ماست آشکان از مستقیم داره. مثلا خواستین خونه بگیرین چابکسر یا بین چابکسر کلاچای بگیرین باز ارزون‌تر در میاد. اون سمت میریم بهتون نشون میدم. مثلا شما صبح، من معمولا تایمم 7 تا 8 صبح میخوره بولوار کازینو، میای همه چیز دارم اینجا، همه چادر زدن. هوا خوب باشه ما مثلا آدم ناییم چادر بخوابیم، اون سخت مثلا اینجوری احساس امنیت نمی کنیم، خیلی ها کیف میکنن یا مثلا پولشو نمیرسه چادر میزنن اونجا. رو میدون هم چادر میزنن. شما میدونی هست نام جلوی فرودگاه میدون ققنوس فکر کنم معروفه، و همون میدون چی میزنن؟ چادر میزنن. پیتزا شب من 2-3 بار تجربه دارم، خیلی خوشمزه بود. حتی قدیم بود، مثلا 10 سال پیش، یعنی به فاصله 2-3 ماه مثلا رفتیم، خیلی عالی بود. تو ذهنتون باشه رستوران خوب رامسر زیاده. حالا ما تو کار رستوران نیستیم، ولی بلاگیرو رو پیدا کنید خوب رامسر زیاد داره چون به گیلان نزدیکه. مثلا یارو میاد تبلیغ میکنه، من دیدم میگه رامسر اومدین بیاین خاورخانم. خاورخانم جز چابکسر اصلا جز رامسر نیست. از اینجا تا خاورخانم نزدیک نیم ساعت راه. ما میریم این سمتی، سمت بهش میگم 20 متری بولوار طالقانی. شهرداری بود، من یادم بود دست چپ ما سر شهرداریه، اینم اداره آبه. این یکی از بولوارهای قشنگ رامسر 20 متری. این از همین چیز داخل شهر میرسه به یه چراغ قرمز داره، بعدش میرسه به دریا، موازات بولوار کازینوه.
راست میره چارلوز تونکابون، مستقیم میره ساحل و دریا و رشت کمربندی و اینا، سمت چپ میره داخل شهر. ما میریم یه داخل شهر هم دوباره میگیریم، میریم از توی کمربندی. سریال ستایش کنم، ستایش 2 رستوران داشت، همشون کنار همون پل که گفتم تازه تأسیس کردن. اون تایم فکر کنم نزده بودن، سال 91 92 ساختن اون سریالو، اون پل نبود، همین پل یه دونه بود، دو طرفه بود. دست راست نگاه کن، بیا دست چپ. برای دوستان تعریف کردم، جالبه 2-3 بارم به ما زدن، هر 2-3 نفرشون پول نداشتن. خودمون که تو مثلا پول نداری جبران کنی، اصلا پول هم داری، خب به هر حال مال دیگرانه دیگه، مال خودت. این حاجه ها چرا راه نمیره؟ مراقب باشی دیگه. سرعت 20 تاست به خدا، من آمپر دارم نگاه میکنم 20 تا دارم. این میدون اصلیه، اصلش میدون امام، عکس امام که هست. بازار ماهی فروشانش اینجا مثلا یادم اومد، بازار ماهی فروشان شنبه بازارش باید قشنگ باشه، شنبه و دوشنبه. این بازار ماهی فروشانش هم تازه تأسیسه، یعنی قدیمی نیست، با همین پل و اینا تأسیس شده. این پل قشنگی داره، از این میره اونور، شما دید ندارید. ان شاءالله ولاگش تو همین پلی لیست شهر رامسر میذارم. اسم این رودخونه هم یادم، ولی رودخونه جواهرده میاد. الان دست چپ ما میره میدون جواهرده، میدون دور بزنیم این داخل شهر، این برم که میره سمت چابکسر. ما میریم سمت کمربندی هم یه فیلم بگیریم. مطمئنم هیچکی اینجوری ولاگ کامل نذاشته. خواهشاً یه لایک بکنین، یه کامنت بذارین، یه حمایت بکنین. به هر حال ما زحمت میکشیم. ولاگای رانندگیمون زیاد ویو نمیخوره، یعنی ولی خب دیگه به هر حال یه برای جوری باره یا مثلا ثبت آیندگان یا آشنایی دوستان، رفع دلتنگی عزیزان. پیشنهاد میکنم، دوستان است دوست داشتین حالا تو تعطیلات نیاین رامسر، همه چی گرونه، هم خونه میخواین اجاره کنین گرونه، هم ترافیک شلوغه، بعد باور کنیم ما خودمونیم، حالا نمیگم درسته کار درستیه، اینقدر دیگه شلوغ میشه دیگه بومیا از کنترلشون خارج میشه. یعنی چند سال تبلیغ میکردن، یا کن یا چند سال
تبلیغ میکردن آقا شمالی ها فلان هم بسارن، نمیدونم انصافن گرون میگیرن فلان میکنن. حالا من به این کاری ندارم، تبلیغاتی بوده علی شمالی ها راه داده، جنوبی ها گفتن بیایم پیش ما میمون نوازیم خونگرمی. امسال بیشتر مسافرها، بیشتر که نه، یه حجم عظیمی باز رفتن سمت جنوب. یعنی شما اگه پیجای جنوب رو داشته باشین، بشینین استوریاشون رو چک کنین، پستاشون رو چک کنین، عداد اونا هم در اومد. خاک هر دست میدونش رو نمیدونم چیه، اسپار کنم شیرودیه، نه رجاییه، شاید رجایی. دست چپ میره چابکسر، دست راست که ما الان میریم کمربنده. خاک جزیره هرمز و همه رو جمع کردم. خاک سرخ که نه، ساحل ماستگی بودم، خاکستری رنگ بود، همه رو تو پلاستیک زدن بردن به عنوان یادگاری. نمیدونم کیشو که اصلا کلا به گند کشیدن. کلیپای کیشو ببینید، یارو تریلی گرفته با خانواده پشت تریلی دارن دست میزنن، این چیزام نداره، مثلا دیواره نداره، این تریلی که عقبش بازه، قشنگ سطح صافیه. این دوربین 70 تا میزنه، حواستون باشه. اومدین اس ام اس هم نمیاد، این شما 10 بارم رد چی 10 تا 70 تا 10 بار 70 تا میزنه تو رو، اس ام اس هم نمیاد، میفهمی میری ثبت میشه. این کمربندی رامسره. حالا مثلا اینجا کمربندی جلوتر تنگ میشه، متاسفانه کمربندی چی میخوره به جز کمربندی. تو تعطیلات اینجا بدتر از داخل شهره. یه دست چپ ما این برج رو میبینین، بالاش الان جلوش چیده، یه برجیه، یه شبیه موشکن انزلیه، یا مثلا یه طول چند ده متری میره داخل دریا، میتونی پیاده روی کنی بریم. اینجا هم گوشه ذهنتون باشه. داشتم راجع به کیش و اینا رو قشم و اینا نوشتم، نه اینطور خدا، یعنی مثلا یادو به گند کشیدم جلو. صحبت من از اونجا بود که این بومی هم خب به حال یه ظرفیت یادم داره. مثال میگم الان مثلا 17 باز یه سری مسافر هستن، ولی در حالت عادی شما بخوای از آخر رامسر تا تهش بری نیم ساعت طول نمیکشه. نیم ساعت بازم خیلی گفتم، ولی خب مثلا وقتی تعطیلات میشه دیگه همه جوره، همین نیم ساعت هم یارو مثلا ممکن دوباره کار داشته باشه، جنسا گیرون میشن. مثال همین امسال مرغ قیمتش 90 تومنه، تو گیلان 140 تومن هم رسید. به حال مثلا برای بومی فشاره دیگه، بومی میخواد زندگی کنه، هیچ امکانات خاصی، چیز خاصی به بومی نمیرسه. بومی که کارمنده، بومی که نمیدونم خونه نداره اجاره بده، مغازه دار نیست، یه درصدی کم میشه خونه اجاره میدن، رونق میگیم میگیره، بقیه چیز دیگه عذابه. همین تعطیلات میان ظرف واسه بگم که این چیزشون کمه، مثلا ظرفیتشون دیگه ماشاءالله کم میشه. تعطیلات بیان همین امروز بیاین، مثلا هوا مالی مطمئنا خونه هم ارزونه چون مسافر کمه، باید میگرده دوست دارین بگردین. خدای نکرده مریضم شدین میریم بیمارستان، چون خلوته کارتون بهتر میشه، رسیدگی میشه، همه جور بهتره دیگه. با 13 روزه قرار معجزه بشه. معمولا هم شلوغی ها 3-4 تا تایمه، یکی همین نوروزه، یکی تعطیلات عید فطره، 2 روز تعطیله، معمولا به یه تا جمعه هم یه پنجشنبه چیزا میخوره، 3-4 روز میشه اونجا شلوغ وحشتناک میشه. یکی این 14-15 خرداده، یکی هم هفته آخر شهریور یا هفته آخر، 10 روز آخر حساب کنید. یکی 2 روز مهر هم بعضیا نمیرن. اینجا شما اون سمت چپ ما کمربندی صورت دارم میرم، حواسم بدم، این مثلا کمربندی این سمت چپ ما هتل رد بودیم ها، یه سرایی رسیده بودیم، اون دست راستش اونورش میخورد به هتل خلج. شما اگه 20 متری می اومدین، 20 متری هم دست راست ما بود. من داشتم صحبت میکردم داخل رو میگادم، دست چپ ما الان طرح‌های و پلاژهای چیزای دریاه، یعنی شما روز عادی
الان اون سم بیای ماشینا وقتی پارک چیزه هم با جرثقیلی نباید پارک کنی، ولی مثلا شلوغه مشخصه اون سمت. تمام تفریحات آبی رامسر تقریبا تو همین یه تیکه است. البته اون سر کرمدی اون میدون شهید رجایی هم هست. الان روبروی ما دقیقاً الان داریم میریم اون هتل کازینو، هتل نه این پلاژ کازینو که گفتم چیز داره، دقیقاً همون دست چپ ماست. یعنی شما بخوای بری از همین گوشه باید بری این سمت، از همین دست چپ باید بری. اینم بولوار معلم، شروع بولوار معلمه. یه سری چیزای بازی هم داره همونجا، سوغاتی دارن، شانسی و کافه و بستنی و اینا مثلا مجموع اونجا هست. حالا این سمت که داریم ما میریم کمتره، ولی اون سمت توی تعطیلات بیشتر چیز میزنن، بیشتر چادر میزنن، چون اون سمت یه خورده فضاش بازتره. این سمت اینجا این دست راست ما میخوره به 400 دستگاه، چیزی که من یادمه. خونه‌های قدیمیش تقریبا اصولی ساخته مال زمان شاه. این بولوار کازینو مال همون موقع است و تمیز و چیزه. بعد انقلاب تقریبا هیچ به این شهر جز اون تلکابین و کنام خصوصیه اضافه نشد متاسفانه. الان شما اینجا دید نداره. حالا جالب میدونی چیه، من یه روزی داشتم این لاین میرفتم امسال و پارسال بود، هم یه پیکانوانت وایساده، هی چراغ میزدم آقا چرا وایساده، رد دادم دیدم رو کابودش یه زن مرده وایسادن دارن نارنج میکنن، این نارنجا رو کندن تو این لاین سرعت، ماشین رو پارک کردن دارن نارنج میکنن. واقعا آدم. این دست راست ما میره به همونه چراغ قرمزی که رد کرد، پیچیدیم سمت چپ به سمت داخل شهر رفتیم. این دادگستریه سر نبش. تو سریال پایتخت فکر کنم 6 بود، سر کرونا اون نقی معمولی رو می آوردن چه همین دادگستری. این بولوار امام خمینی اینجا تو تعطیلات واقعا افتضاحه این یه تیکه، چون یه چراغ قرمزی سر همون رمک میخوره. قفل سمت راستمون میره داخل شهر، همون برج آفرینش و اون سمت چپ میره سمت شهرسوار و مکابون رامس چارلوس و اینا، مستقیما میره به سمت ساقات محله. ساقات محله هم جز رامسر، جز شهرستان و رامسر. اینا رو بعدا من یه ولاگ جدا میگیرم، تقریبا این ولاگ فکر کنم 40 دقیقه شد، طولانی میشه. این چراغ قرمز هم یه خورده 4 زمانه است، وقت زیاد میگیره. همین موردیگی رو میبندم و راحت میدونی یهو میپیچه، خیلی دیر راهنما زد. انشالله که برسیم مستقیم میره چی الان دست چپ موقع ما بریم میرسیم به فرودگاه و بنزین خارجه. جنگل دالی خانی هم ورودیش بین رامسر و تانکابونه، بهش میگن جاده هریس، اسم دیگه هم داره فکر کنم، ما میگیم جاده هریس. اینجا الان میرسیم بهش.
خلبان شهید خلدبری چون رامسری بودن، افتخار نیرو هوایی. مجسمه و هواپیماش بعده. این بولوار، این میدون ققنوسه. دست چپ ما هتل رامسر، دست چپ ما فرودگاه بین‌المللی رامسره. اما بین‌المللی ما که ندیدیم چیزی بلندشو بشینه، اسمش فرودگاه بین‌المللی. این ققنوس رو امسال عوضش کردن، یه سری میگه شبیه کلاغ شده، چهرهشون سمتیه، دقت نکردم. این ققنوس قبلی هم ققنوس بود، الان ققنوسشو امسال عوض کردن، دیدین تغییر کرده، این امسال تغییرش دادن. تقریبا دیگه از شهر رامسر داریم خارج میشیم. یه خارج شدیم دیگه. بلاگو تا جایی میرسونم اون ماکت هواپیما رو ما ببینیم. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. ببخشید اگه جای اشتباه گفتم و اینا، به قول من دارم دقت میکنم رانندگی، همین دوربین حواسم بس داغ نکنه، هم توضیح میدم. این جایی هم که رد دادیم ان شاءالله اونو ولاگ جدا من دوباره چی کنم. ببخشید دیگه، ان شاءالله که خوشتون اومده باشه. این دوربین هم 70 تا میزنه، میبینی همه چراغ میزنن، همشون زخم خوردن، ترمز میگیرن، 70 تا میزنه. امیدوارم که لذت ببرین. از رامسر هم ولاگ زیاد میذاریم، جواهرده و بازار محلیش و قدم زدن تو جای دیدنیش و کاخ و دالی خانی و اینا رو باید بذارم دیگه. طلب شما باشه. انشاءالله به زودی شهر مازندران هم تک تک میریم، چون یه خود راهشون دوره، سعی میکنیم بازاراشون هم براتون بگیریم. یه رانندگی از چالوس تا چابکسر هم باید بگیرم، انشاءالله اونم به زودی انجام میشه. چون اون سمت پشت به آفتابه، خورده فیلم قشنگ‌تر میشه، اما رو به آفتابی کیفیت ویدیو کمتر. این هواپیمای شهید خلبان خلدبریه. اسم کوچیکشون رو ولی من یادم نیست چی بود. اینجا هم که یک کاتالوم و صاحب محله، اینا جز رامسر. این ورودی اول میره به صاحب محله. شاید از اونجا هم ما ولاگ میذاریم، جای دیدنی اونجا، آب گرم اونجا. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و کامنت و حمایت فراموش نشه. روزتون هم بخیر باشه. این دست راست میره صاحب محله.